در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردند و گفتند که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید. زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی ببین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها. همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟ الذين هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای نرم هست؟ وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای ترسان به سوی خداست؟ اگر وای از خدا می ترسید وای عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشین. و این خواهری که از ما التماس کردند که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنیم مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. این مولوی میگد ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختری تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقتی طعنه میکنی روحی تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالوا بلا، تو گفته بودی بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگد مولوی که تنت در بستر شیطان چرا خوف؟ چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موسفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیری بدبخته، همان زنهای با ستر. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورت نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس می پوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر می دهد؟ می گوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نقل است اندر ساعت نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادند. گفتن محبان خورده صدسنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدند. این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی اونها به شهادت رسیدند، چه عذابها کشیدند. تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنند، تو را اینها ملامت میکنند. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزنند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله.
حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موی سفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرف‌های که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتوانند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنند که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است، این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرت ندارم که زنی من با سطر گردد، پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تا بریده میکند. السلام علیکم استاد عزیز حاجی مرزا، خداوند عمر شما را 100 ساله کند و فقط در راه خدا خدمتگار باشید و فقط حقیقت را بیان کنید. چگونه با شوهرهای خود هم خواب میشوند، اینها را بین یکدیگر حکایه میکردند. آیا این گناه است یا ثواب؟ پیغمبر خدا میگوید، گوش میاندازیم که حدیثی هم مسلم است هم ابو داود است. ان شر الناس منزلة عند الله یوم القیامة الرجل یفض الى المرأة و تفض الیه ثم ینشر سرها. پیغمبر خدا گفتند بدبخترین و بدترین مردها و زنها همان مردها و زنهای هستند که کار شب خود در بین یکدیگر حکایه میکنند. اینها بدبخترین و پسترین زنها و مردها به حساب میروند که نزد یکدیگر از خواب و خویش خود باز حکایه میکنند. من یک سوال دارم، از شما خواهش دارم که با سوال من جواب دهید. شخصی که به روسیه میرود و نماز جمعه را خوانده نمیتواند، آیا این گناه است؟ یعنی اگر شرایط ها باشد، وقتی آدمی که از اینجا میرود به روسیه و نیتی او که از 15 روز زیاد است و الکی مسافر حساب نمیخورد، اگرچه جمعه برای آدم مسافر یعنی نرفتنش در گناهگار نمیشود، لیکن آدم الکی مقیم همان دولت که حساب میخورد، از این خاطر اگر شرایط ها باشد رفته جمعه را خوانید. اگر شرایطتان نباشد، حالتتان وزنی باشد، مشکلات باشد، چی برای طهارت کردنتان چی برای نماز جمعه رفتنتان، ممکن که در راه همون ملیسه هایی که مثال چگونه که بچه ها خبر میدهند که اونها را غم دقت میدهند، پول و مال اونها را میگیرند، اگر این گونه حالت ها باشد شما در همون مکان ختام پیشین خوانید، انشاءالله خدا نماز شما را قبول میکند. وابسته به همون شرایط خود شماست. حالتتان باشد، شرایط باشد روید، شرایط نباشد ترکش کنین، همون جای ختان در پیشین خوانین، انشاءالله خداوند نماز شما را قبول میکند. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. آیا در طبق خوردن ثواب است یا در چینی؟ التماس جواب گویید، ضرور است. ما این جواب و گفتگی بودیم و با همین نزدیکی هم در همین مسئله بین عصر شام ما یک صحبتی داشتیم که پیغمبر خدا میگوید ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه و صفحه انکم لا تدرون فی ای طعامکم برکه. پیغمبر خدا گفتند که امتان من
هر طبقی که اگر هر یک طعامی که در او دست زیاد باشد در همون طعام برکت است. مقصد از این طبق است. یعنی در طبق خوردن پیغمبر خدا امر کردند و گفتند برکت است. و رسول اکرم میگوید لا یمسح یده بالمندیل. مندیل گفتم دسترخوان یا دستمال میگویند. در دستمال یا در دسترخوان دستش نمی شکیدن یا نمی مالیدن بعد طعام خوردن تا اگر انگشتهاش با دهانش تازه نمی کردن. یعنی رسول اکرم هم تازه کردن طبق را در حدیث های صحیح پیغمبر است امر کردن که طبق تازه کنین و هم انگشتهاتون تازه کنین. زیرا این که گفت نمیدانین که در کدام گوشه او برکت است. شاید که همون طعامی که در دستهای شما آلوده بود و یا شما در دستمال میمالین شاید که برکت در همونها بود، شما و یا در همون دستمال مالیدین و نابود کردین. از این خاطر از حدیث پیغمبر برمی آید که هم انگشتهاتون تازه کنین با زبان خود و هم طبقی که میخورین و هم تازه کنین. این امر پیغمبری خداست. از این خاطر به نهایت خوب میشه که اگر ما و شما طبق استفاده کنیم. لیکن در طبق خوردن من چندین بار گفتم شرط ها دارد. اگر همون دست برادری که در طبق درازش میکند با دست آدم مانند باشد، اگر دست باشد که از چرک خالی نباشد، دست باشد که ناخنهای دراز و در زیر او پر از چرک باشد، این گونه دست با این گونه دست خوردن در همون چینی در خوردن بهتر است. امروز این عیب است که ما یک برادر مسلمان گوییم که دست هاتون شوییم. عیب هم نیست، زیرا پیغمبر خدا در این بابها حدیث های زیاده دارد. ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند زیبا زیبایان دوست می‌دارد. خداوند پاکیزه است پاکیزگان دوست می‌دارد. جوانای عزیز، من بار خبر داده بودم، باز میگویم، اقلا در یک روز شما یک بار دستاتون با صابون شویید، اقلا یک بار. لیکن اگر شما آلفته باشین، شما چند قدر ایمانتان قویتر باشد، در هر یک پیش از طعام دستاتون با صابون شویید، به نهایت نیک میشود، به نهایت خوب میشود. الکی ضرری تو در یک برادر دیگر نمیرسد. رسول اکرم میگوید خیر الناس من ینفع الناس. بهترین شما کسی است که ضررش در یک برادر نرسد. وقتی من در پهلوی من تو می نشینی و دستهای تو خالی از زخم و خالی از چرک و خالی از ناخنهای دراز نیست، چگونه طبیعتی من شاده می شود من با همراه تو طعام میخورم؟ این اسلام هم رخصت نمیدهد و طب هم که از اسلام گرفته شده است طب هم اجازت نمیدهد. برای همین همه شما دادرای عزیز، هرگاه که طعام میخورین حتمی دستاتون با صابون شوین، بعد طعام خورین. در پهلوی برادرتان نشسته، انشاءالله انا همون طبق با برکات طبق میشود. و در دستمالی که ما و شما داریم، خانه هایی که معرکه ها میکنین، چند قدر خراجات های زیاد به عهده دارین. این قدر خراجات زیاد میکنین، در یک دسترخوان یک دستمال میپرتایین. یک دستمال در دسترخوان دور میگردد، با همون دستمال گرفته بیرون برآورده با دستهای مردم به همون شکیده میشه. با یک دستمال 100 نفر آدم دست میشکد، با 100 آدم دیگر بعد طعام خوردن باز دست میمالد. همین جایز است، همین درست است. تو 500 و 600 سامانی را صرف کردی، 20 سامانی دیگر نیفتی که یک دستمال خریده در همون دسترخوان. اقلا برای 2 نفر یک تا پرتو یا برای 3 نفر یک تا پرتو. امروز مردم روز به روز پیش رفته ایستادند. امروز طبیعت مردم نازک شده ایستاده است. مجبور میشیم که همون دستمالایی که در بر ما داریم بعد به همون دستای خودمان شکیم. عرق خریده میتانی، تمام نغمه و نغامات کرده میتانی، 20-30 ماشین از همینجا برده و آورده که هر کدام هم را 3 لیتر بنزین اگر تو بریزی قریب 200-300 سامانی را در اونها اصراف کرده میتانی. دستمال خریده نمیتانی.
آمد ساعتی که ما و شما با همین مدنیت ها برسیم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، از شما یک سوال را پرسیدنیم. داملای محله ما میگوید که مزار حضرت سلطان را 3 مراتبه زیارت کنید، گویا که حج شما قبول شده است. مکه و مدینه را زیارت کرده. همون داملا را پرسان کنین، شاید یگان دلیل های داشته باشد. حج حالتی در مقبول می شود که ما و شما صرف میکنیم و رفته خانه کعبه را زیارت میکنیم، ما و شما حاجی میشیم. ما چند بار در باب زیارت مزارها سخن گفتیم و میگوییم که زیارت مزار من نکردم. زیارت مزار کنین، زیارت قبرستان کنین. و مطلب از زیارت چی است؟ به یاد آوردن مرگ است. مطلب از زیارت این است که کنین، زیارت قبرستان کنین. و مطلب از زیارت چی است؟ به یاد آوردن مرگ است. مطلب از زیارت این است که شما وقتی قبرستان را دیدین، مزارها را که دیدین، این بزرگهایی که خواب هستند دیدین، یادآور شوین که اینها با این قدر منزلت که از دنیا گذشتن، ما کی هستیم؟ ما هم روز از پی اینها می رویم. طریقه های درستی مزار را استفاده برین. من چندین بار خبر دادم، دیگر حاجت به خبر دادن نیست. لیکن باز میگویم، اگر شما یک عالم زنده را زیارت کنین، انشاءالله با ثواب زیاده میگیرین. اگر بینین که آن مزارهایی که شما زیارت میرین مشقت زیاد دارد، اسراف زیاد دارد، وقت زیاد میگیرد، نزد یک عالم زنده روین و همراه همون عالم در حق همون ایشان دعا کنین، انشاءالله این با ثواب زیاد میگیرین. سخنهای مرا خوب فهمین و درست قبول کنین. دیروز میگویند گویا که ما گفته باشیم که در نکاح در پشت همون شهر سوزن زدن من کردم، یا با همون طفلی هایی که شه بچه ها می روند در خانه می نشینند من کرده باشم، از جمهوری کدام را در تشویش آورده باشد. من گفتم و میگویم و خوب کردم گفتم، این نادرست است. جوانای عزیز، هیچگاه نگذارین که در پشت شما سوزن زنند در روز نکاح. این خرافات است، این بدعت است، این از اسلام نیست. در نکاح شما البته خلل میرساند، ممکن نیست. یا با طفلی بالای کرپچه رفتن نشستن، این چی معنی دارد؟ اینم از خرافات است، ممکن نیست. هیچگاه راه نتین. اگر خواهین که گناهگار نشوین، خواهین که همین نکاح شما صاف و مجلا باشد، از این خرافات ها دور باشید. انشاءالله شما آینده دارین، شما با زنگیری ها دارین. بهترین حالت ها را در همون شب نکاح برپا کنین. اونجا یک داملای را برین که وای همین سخن حقیقت اسلام در بین همون شه و در بین عروس و در بین مادر و پدر او سخن گوید. شما کار کنید، جوانها امروز دادن پولی که در دخترها میدهند را منع کنید. همه اینا اسراف هستند، همه اینا از دولت ما کم کردن است. میگوید یک نفر دیگر که برای چی کسانی که از روسیه میآیند تو من میکنی که اونها خیر نکنند؟ اگر تو ذره انصاف داشته باشی، همون شخصی که از روسیه میآید حال امر پرس، بیچاره را. همش کسلی هستند، همش حالت بد دارند. با از کدام همون بیرحمی رفیقش پول گرفته است با پرسنت، هل همون بگیم پرسنت همون را کنده میتواند خلاص و پول ندارد بیچاره. وای روسیه از خوشی و خرسندی تماشا نرفته است، وای برای نمی تنگی زندگیش رفته است، وای برای شکم ما و شما را سیر کردن نرفته است، وای فرزندکای زیاد دارد. چرا خدا وای میبخشد، پیغمبر میبخشد، شما بیرحمان میبخشید؟
پیغمبر خدا میگوید ابدا بنفسک فتصدق علی. ای امتی من، تو اگر جوانمرد باشی به گپ هر آدم توجه ندی، بلکه پول یافتی اول نفس خودت سیر کن، خودت سیر کن. فتصدق علیها، بر نفس خودت لباست خوب کن، شکمت سیر کن. فاین فضول شیء فلاهلک، خودت سیر کردی، لباست بود چید، شکمت سیر کرد، بهترین نعمتهای خدا را خوردی، گذر در فرزندهات، زن و فرزند تسیر کن. فاین فضول عن اهلک شیء، اگر ما بودایی که فرزندها سیر کرد، زنت سیر کرد، خودت سیر کردی، این حالت چکار کن؟ این حالت فها کذا و ها کذا، بعد برا مردم ده خیر احسان کردن بگیر. این بیچاره خودش گرسنه است، این بیچاره دادری بیزن دارد، خواهری بیشوهر دارد، پدری موی سفیدی بیمار دارد، مادری بیمار دارد. اونها را تأمین کند یا شکم ما و شما را سیر کند؟ چند سو میارد؟ ما من کردیم، نکنید جوانای عزیز، اینا سیر نمیکنن. آوردیم پول ذخیره کنین برای روزهای خودت تبابت کن. خودش بیچاره همه شیش کسل می آیند. خودت تبابت کن، نفقه پدر مادر دا برسان، دادری بیزن تا زن بده اگر مبلغت برسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، خدا علم شما را زیاد و زبان شما را باز هم براتر بگرداند. چخیلی که شاعر فرموده است وقتی آن است ای سخن برنده تر گردی ز تیغ، وقتی آن است ای قلم غورنده تر گردی ز برق. از من یک سوال، صورتگیری یا اینکه شاعری، رسم کشی، صورت گرفتنی همان شخص آیا درست است یا نه؟ چخیلی که شاعر فرموده است صورنگار حدیثم ولی در آن صورت، کی جان در آن صورت نتوانم نهاد ننگارم. یعنی صورتگیری، صورتکشی، شاعری میگذاریم اول از سوال اول شاعری. این غلط نیست. سخن من یک سوال دارم از شاعری، شما خواهش دارم که با سوال من جواب دهید. شخصی که به روسیه می رود و نماز جمعه را خوانده نمیتواند، آیا این گناه است؟ یعنی اگر شرایط ها باشد، وقتی آدمی که از اینجا می رود به روسیه و نیتی او که از 15 روز زیاد است و الکی مسافر حساب نمیخورد، اگرچه جمعه برای آدم مسافر یعنی نرفتنش در گناهگار نمی شود، لیکن آدم الکی مقیم همان دولت که حساب میخورد. از این خاطر اگر شرایط ها باشد رفته جمعه را خوانید، اگر شرایطتان نباشد، حالتتان وزنی باشد، مشکلات باشد، چه برای طهارت کردنتان چه برای نماز جمعه رفتنتان، ممکن که در راه همون ملیسه هایی که مثال چگونه که بچه ها خبر میدهند که اونها را خم دقت میدهند، پول و مال اونها را میگیرند، اگر این گونه حالت ها باشد شما در همون مکان ختام پیشین خوانید، انشاءالله خدا نماز شما را قبول میکند. وابسته به همون شرایط خود شماست. حالتتان باشد، شرایط باشد روید، شرایط نباشد ترکش کنین، همون جای خطان پیشین خوانین، انشاءالله خداوند نماز شما را قبول میکند. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. آیا در طبق خوردن ثواب است یا در چینی؟ التماس جواب گوید ضرور است. ما این جواب و گفتگی بودیم و با همین نزدیکی هم در همین مسئله بین عصر شام ما یک صحبت داشتیم که پیغمبر خدا میگوید ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه و صفحه انکم لا تدرون فی ای طعامکم برکه. پیغمبر خدا گفتند که امتان من هر طبقی که اگر هر یک طعامی که در او دست زیاد باشد در همون طعام برکت است. مقصد از این طبق است، یعنی در طبق خوردن پیغمبر خدا امر کردند و گفتند برکت است. و رسول اکرم میگوید لا یمسح یده بالمندیل، مندیل گفتم دسترخوان یا دستمال میگویند،
در دستمال یا در دسترخوان دستشان نمی شکیدن یا نمی مالیدن بعد طعام خوردن تا اگر انگشتهاش با دهانش تازه نمی کردن. یعنی رسول اکرم هم تازه کردن طبق را در حدیث صحیح پیغمبر است امر کردند که طبق تازه کنین و هم انگشتهاتان تازه کنین، زیرا این که گفت نمیدانین که در کدام گوشه او برکت است. شاید که همون طعامی که در دستهای شما آلوده بود و یا شما در دستمال میمالین، شاید که برکت در همونها بود، شما باید در همون دستمال مالیدین و نابود کردین. از این خاطر از حدیث پیغمبر برمی آید که هم انگشتهاتان تازه کنین با زبان خود و هم طبقی که میخورین و هم تازه کنین. این امر پیغمبری خداست. از این خاطر به نهایت خوب میشه که اگر ما و شما طبق استفاده کنیم. لیکن در طبق خوردن من چندین بار گفتم شرط ها دارد. اگر همون دست برادری که در طبق درازش میکند با دست آدم مانند باشد، اگر دستی باشد که از چرک خالی نباشد، دستی باشد که ناخنهای دراز و در زیر او پر از چرک باشد، این گونه دست با این گونه دست خوردن در همون چینی در خوردن بهتر است. امروز این عیب است که ما یک برادر مسلمان گوییم که دستهاتان شوییم. عیب هم نیست، زیرا پیغمبر خدا در این بابها حدیثای زیاده دارد. ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند زیبا زیبایان دوست می‌دارد. خداوند پاکیزه است پاکیزگان دوست می‌دارد. جوانای عزیز، من بار خبر داده بودم، باز میگویم، اقلا در یک روز شما یک بار دستاتون با صابون شویید، اقلا یک بار. لیکن اگر شما آلفته باشین، شما چند قدر ایمانتان قویتر باشد، در هر یک پیش از طعام دستاتون با صابون شویید، به نهایت نیک میشود، به نهایت خوب میشود. الکه ضرری تو در یک برادر دیگر نمیرسد. رسول اکرم میگوید خیر الناس من ینفع الناس، بهترین شما کسی است که ضررش در یک برادر نرسد. وقتی من در پهلوی من تو می نشینی و دستهای تو خالی از زخم و خالی از چرک و خالی از ناخنهای دراز نیست، چگونه طبیعتی من کشاده می شود من با همراه تو طعام میخورم؟ این اسلام هم رخصت نمیدهد و طب هم که از اسلام گرفته شده است طب هم اجازت نمیدهد. برای همین همه شما دادرای عزیز، هرگاه که طعام میخورین حتمی دستاتون با صابون شوین بعد طعام خورین. در پهلوی برادرتان نشسته، انشاءالله انا همون طبق با برکات طبق میشود. و در دستمالی که ما و شما داریم، خانه هایی که معرکه ها میکنین، چند قدر خراجات های زیاد به عهده دارین. این قدر خراجات زیاد میکنین، در یک دسترخوان یک دستمال میپرتایین. یک دستمال در دسترخوان دور میگردد، با همون دستمال گرفته بیرون برآورده با دستهای مردم به همون شکیده میشه. با یک دستمال 100 نفر آدم دست میشکد، با 100 آدم دیگر بعد طعام خوردن باز دست میمالد. همین جایز است، همین درست است. تو 500 و 600 سامانی را صرف کردی، 20 سامانی دیگر نیفتی که یک دستمال خریده در همون دسترخوان. اقلا برای 2 نفر یک تا پرتو یا برای 3 نفر یک تا پرتو. امروز مردم روز به روز پیش رفته ایستادند. امروز طبیعت مردم نازک شده ایستاده است. مجبور میشیم که همون دستمالایی که در بر ما داریم بعد به همون دستای خودمان شکیم. عرق خریده میتونی، تمام نغمه و نغامات کرده میتونی، 20-30 ماشین از همینجا برده و آورده که هر کدام هم را 3 لیتر بنزین اگر تو بریزی قریب 200-300 سامانی را در اونها اصراف کرده میتونی، دستمال خریده نمیتونی. آمد ساعتی که ما و شما با همین مدنیت ها برسیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما یک سوال را پرسیدنیم. داملای محله ما میگوید که مزار حضرت سلطان را 3 مراتبه زیارت کنید، گویا که حج شما قبول شده است. مکه و مدینه را زیارت کرده.
همون داملو را پرسان کنین، شاید یگان دلیل های داشته باشد. حج حالت دیده مقبول می شود که ما و شما صرف میکنیم و رفته خانه کعبه را زیارت میکنیم، ما و شما حاجی میشیم. ما چند بار در باب زیارت مزارها سخن گفتیم و میگوییم که زیارت مزار من نکردم. زیارت مزار کنین، زیارت قبرستان کنین و مطلب از زیارت چی است؟ به یاد آوردن مرگ است. مطلب از زیارت این است که کنین، زیارت قبرستان کنین و مطلب از زیارت چی است؟ به یاد آوردن مرگ است. مطلب از زیارت این است که شما وقتی قبرستان را دیدین، مزارها را که دیدین، این بزرگهایی که خواب هستند دیدین، یادآور شوین که اینها با این قدر منزلت که از دنیا گذشتن، ما کی هستی؟ ما هم روز از پی اینها می رویم. طریقه های درستی مزار را استفاده برین. من چندین بار خبر دادم، دیگر حاجت به خبر دادن نیست. لیکن باز میگویم اگر شما یک عالم زنده را زیارت کنین، انشاءالله با ثواب زیاده میگیرین. اگر بینین که اون مزارهایی که شما زیارت میرین مشقت زیاد دارد، اسراف زیاد دارد، وقت زیاد میگیرد، نزد یک عالم زنده روین و همراه همون عالم در حق همون ایشان دعا کنین، انشاءالله این با ثواب زیاد میگیرین. سخنهای مرا خوب فهمین و درست قبول کنین. دیروز میگویند گویا که ما گفته باشیم که در نکاح در پشت همون شهر سوزن زدن من کردم، یا با همون طفلی هایی که شه بچه ها می روند در خانه می نشینند من کرده باشم، از جمهوری کدامی را در تشویش آورده باشد. من گفتم و میگویم و خوب کردم گفتم، این نادرست است. جوانای عزیز، هیچگاه نگذارین که در پشت شما سوزن زنند در روز نکاح. این خرافات است، این بدعت است، این از اسلام نیست. در نکاح شما البته خلل میرساند، ممکن نیست. یا با طفلی بالای کرپچه رفتن نشستن، این چی معنی دارد؟ اینم از خرافات است، ممکن نیست. هیچگاه راه نتین. اگر خواهین که گناهگار نشوین، خواهین که همین نکاح شما صاف و مجلا باشد، از این خرافات ها دور باشید. انشاءالله شما آینده دارین، شما با زنگیری ها دارین. بهترین حالت ها را در همون شب نکاح برپا کنین. اونجا یک داملای را برین که وای همین سخن حقیقت اسلام در بین همون شه و در بین عروس و در بین مادر و پدر او سخن گوید. شما کار کنید جوانها امروز دادن پولی که در دخترها میدهند را منع کنید. همه اینا اسراف هستند، همه اینا از دولت ما کم کردن است. میگوید یک نفر دیگر که برای چی کسانی که از روسیه میآیند تو من میکنی که اونها خیر نکنند؟ اگر تو ذره انصاف داشته باشی، همون شخصی که از روسیه میآید حال امر پرس بیچاره را، همش کسلی هستند، همش حالت بد دارند. با از کدام همون بیرحمی رفیقش پول گرفته است با پرسنت، هل همون بگیم پرسنت همون را کنده میتواند خلاص و پول ندارد بیچاره. وای روسیه از خوشی و خرسندی تماشا نرفته است، وای برای نمی تنگی زندگیش رفته است، وای برای شکم ما و شما را سیر کردن نرفته است، وای فرزندکای زیاد دارد. چرا خدا وای میبخشد، پیغمبر میبخشد، شما بیرحمان نمیبخشید؟ پیغمبر خدا میگه ابدا بنفسک فتصدق علی. ای امتی من، تو اگر جوان مرد باشی به گپ هر آدم توجه ندی، بلکه پول یافتی اول نفس خودت سیر کن، خودت سیر کن. فتصدق علیها، بر نفس خودت لباست خوب کن، شکمت سیر کن.
فاین فضول شیء فلاهلک. خودت سیر کردی، لباست بود چید، شکمت سیر کرد، بهترین نعمتهای خدا را خوردی، گذر در فرزندهات، زن و فرزند تسیر کن. فاین فضول عن اهلک شیء، اگر ما بودایی که فرزندهات سیر کرد، زنت سیر کرد، خودت سیر کردی، این حالت دا چکار کن؟ این حالت دا فها کذا و ها کذا، بعد برا مردم دا خیر احسان کردن بگیر. این بیچاره خودش گرسنه است، این بیچاره دادری بیزن دارد، خواهری بیشوهر دارد، پدری موی سفیدی بیمار دارد، مادری بیمار دارد. اونها را تأمین کند یا شکم ما و شما را سیر کند؟ چند سو میارد؟ ما من کردیم، نکنید جوانای عزیز، اینا سیر نمیکنن. آوردیم پول ذخیره کنین برای روزهای خودت تبابت کن. خودش بیچاره همه شیش کسل می آیند. خودت تبابت کن، نفقه پدر مادر دا برسان، دادری بیزن تا زن بده اگر مبلغت برسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکی حاجی میرزا، خدا علم شما را زیاد و زبان شما را باز هم براتر بگرداند. چخیلی که شاعر فرموده است وقتی آن است ای سخن برنده تر گردی ز تیغ، وقتی آن است ای قلم غورنده تر گردی ز برق. از من یک سوال، صورتگیری یا اینکه شاعری، رسم کشی، صورت گرفتن همان شخص آیا درست است یا نه؟ چخیلی که شاعر فرموده است صورنگار حدیثم ولی در آن صورت کی جان در آن صورت نتوانم نهاد ننگارم. یعنی صورتگیری، صورتکشی، شاعری میگذاریم اول از سوال اول. شاعری این غلط نیست. شاعری وقتی من در پهلوی من تو می نشینی و دستهای تو خالی از زخم و خالی از چرک و خالی از ناخونهای دراز نیست، چگونه طبیعتی من شاده می شود من با همراه تو طعام میخورم؟ این اسلام هم رخصت نمی دهد و طب هم که از اسلام گرفته شده است طب هم اجازت نمی دهد. برای همین همه شما دادرای عزیز، هرگاهی که طعام میخورین حتمی دستاتون با صابون شوین بعد طعام خورین. در پهلوی برادرتان نشسته انشاءالله انا همون طبق با برکات طبق میشود. و در دستمالی که ما و شما داریم، خانه هایی که معرکه ها میکنین، چند قدر خراجات های زیاد به عهده دارین. این قدر خراجات زیاد میکنین، در یک دسترخوان یک دستمال میپرتایین. یک دستمال در دسترخوان دور میگردد، با همون دستمال گرفته بیرون برآورده با دستهای مردم به همون شکیده میشه. با یک دستمال 100 نفر آدم دست میشکد، با 100 آدم دیگر بعد طعام خوردن باز دست میمالد. همین جایز است؟ همین درست است؟ تو 500 و 600 سامانی را صرف کردی، 20 سامانی دیگر نیفتی که یک دستمال خریده در همون دسترخوان. اقلا برای 2 نفر یک تا پرتو یا برای 3 نفر یک تا پرتو. امروز مردم روز به روز پیش رفته ایستادند. امروز طبیعت مردم نازک شده ایستاده است. مجبور میشیم که همون دستمالایی که در بر ما داریم بعد به همون دستای خودمان شکیم. عرق خریده میتونی، تمام نغمه و نغامات کرده میتونی، 20-30 ماشین از همینجا برده و آورده که هر کدام هم را 3 لیتر بنزین اگر تو بریزی قریب 200-300 سامانی را در اونها اسراف کرده میتونی. دستمال خریده نمیتونی. آمد ساعتی که ما و شما با همین مدنیت ها برسیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما یک سوال را پرسیدنیم. داملای محله ما میگوید که مزار حضرت سلطان را 3 مراتبه زیارت کنید، گویا که حج شما قبول شده است. مکه و مدینه را زیارت کرده. همون داملا را پرسون کنین، شاید یگان دلیل های داشته باشد. حج حالت دیده مقبول می شود که ما و شما صرف میکنیم
و رفته خانه کعبه را زیارت میکنیم و شما حاجی میشین. ما چند بار در باب زیارت مزارها سخن گفتیم و میگوییم که زیارت مزار من نکردم. زیارت مزار کنین، زیارت قبرستان کنین و مطلب از زیارت چی است؟ به یاد آوردن مرگ است. مطلب از زیارت این است که کنین، زیارت قبرستان کنین و مطلب از زیارت چی است؟ به یاد آوردن مرگ است. مطلب از زیارت این است که شما وقتی قبرستان دیدین، مزارها را که دیدین، این بزرگهایی که خواب هستند دیدین، یادآور شوین که اینها با این قدر منزلت که از دنیا گذشتن ما کی هستیم؟ ما هم روز از پی اینها می رویم. طریقه های درستی مزار را استفاده برین. من چندین بار خبر دادم، دیگر حاجت به خبر دادن نیست. لیکن باز میگویم اگر شما یک عالم زنده را زیارت کنین، انشاءالله با ثواب زیاده میگیرین. اگر بینین که آن مزارهایی که شما زیارت میرین مشقت زیاد دارد، اسراف زیاد دارد، وقت زیاد میگیرد، نزد یک عالم زنده روین و همراه همون عالم در حق همون ایشان دعا کنین، انشاءالله این با ثواب زیاد میگیرین. سخنهای مرا خوب فهمین و درست قبول کنین. دیروز میگویند گویا که ما گفته باشیم که در نکاح در پشت همون شهر سوزن زدن من کردم، یا با همون طفلی هایی که شه بچه ها می روند در خانه می نشینند من کرده باشم، از جمهوری کدام را در تشویش آورده باشد. من گفتم و میگویم و خوب کردم گفتم. این نادرست است. جوانای عزیز، هیچگاه نگذارین که در پشت شما سوزن زنند در روز نکاح. این خرافات است، این بدعت است، این از اسلام نیست. در نکاح شما البته خلل میرساند، ممکن نیست. یا با طفلی بالای کرپچه رفتن نشستن، این چی معنی داره؟ اینم از خرافات است، ممکن نیست. هیچگاه راه نتین. اگر خواهین که گناهگار نشوین، خواهین که همین نکاح شما صاف و مجلا باشد، از این خرافات ها دور باشید. انشاءالله شما آینده دارین، شما با زنگیری ها دارین. بهترین حالت ها را در همون شب نکاح برپا کنین. اونجا یک داملای را برین که وای همین سخن حقیقت اسلام در بین همون شه و در بین عروس و در بین مادر و پدر او سخن گوید. شما کار کنید جوانها امروز دادن پولی که در دخترها میدین را منع کنید. همه اینا اسراف هستند، همه اینا از دولت ما کم کردن است. میگوید یک نفر دیگر که برای چه کسانی که از روسیه میآیند تو من میکنی که اونها خیر نکنند؟ اگر تو ذره انصاف داشته باشی، همون شخصی که از روسیه میآید حال امر پرس بیچاره را، همش کسلی است.